وقتی حضرت ابراهیم که خیلی عمرهای دراز میدیدن با یکی از زاهدان، با یکی از پیروان خود در یک بیشه میگد رو پرو شد و گفت ای امت ابراهیم، گفت حضرت ابراهیم خطابش کرد ای پیرو ابراهیم، خانه داره که ما با همراهی تو در خاندان تو رفته مهمان شویم. این حضرت چی گفت؟ و حضرت ابراهیم گفت عمر من، گفت چنان عمری درازی نیست که من این عمر را، گفت فقط و فقط در عمارت کردن صرف کنم. گفت ای پیر، گفت ای پیرانسال، ای مرد، ای موی سفید، چند سال عمر داری؟ گفت 400 ساله هستم. 400 ساله هستم، لکن عمر من نه آنقدر عمری هست که من اینه در عمارت و فقط در بنیاد دنیا صرفش کنم. 400 ساله عمر. همین حضرت مولوی در نظم در آوردن با آخر وقتی امتهای احمد، حضرت ابراهیم به سوی همون پیرانسال 400 ساله گشت و چی گفت؟ با آخر وقتی امتهای احمد با عمر اندک معمیر به حد، ای پیر گفت ای امتی من، ای پیروی من، فراموش نکن گفت یک احمد گفتگی پیغمبر میبراید، یعنی محمد است. امتش بسیار عمر قلیل دارد، بسیار عمر کوتاه دارد، لیکن معمیری به حد دارد، عمارتی بسیار دارد. با عمر اندک معمیری به حد، با عمر 20 و 30 و 40 و 50 کنن معمیرهای خوب رنگین. عمرهاشون 20 سال است، 30 سال است، 40 سال است، 50 سال است، لکن چنان قصرهای دبدبناکی میکنن. بسازن قصرها در اوج رفعت، با باغ و بوستان، ایوان و مسند. چنان قصرهای میکنن که آشیانه هاش دیگر حساب کردن نمیشود. چنان باغهای آراسته میکنن که دیگر حد کنار ندارد. تو با عمری دراز 400 سال نکرده کازمای پیری خوشحال، تو 400 ساله مردک، 400 ساله عمر داری، چرا یک خانه برای خود بنیاد نکردی؟ لکن این پیری دانا و پیری خردمند بود. پس او ابراهیم چی گفت؟ تبسم کرد پیر آمد به گفتار، قسم بر ذات آن دانای اسرار. اگر عمرم چو امتهای احمد، بودی من کردم در سجده مسند. با یک سجده بکردم من تمامش، بر روزی حشر می دادم سلامش. اگر عمر من 50 ساله می شد، 60 ساله می شد، قسم بر خدای تو ای ابراهیم که من بر یک سجده بودش می کردم، با یک رکعت نماز، با 2 رکعت نماز بودش می کردم، با سلام همین نماز در قیامت می دادم. از این خاطر مولوی گفتن نزیبد کس به این 2 روزه فرصت، گذارد طاعت و سازد امارت. نمیزیبد، گفت برای بنده مؤمن نمیزیبد که فقط امارت کند و طاعت خدا را یک جای دیگر بگذارد. از این خاطر ما و شما را این دنیا فریفته نکند. دنیا جای ما و شما نیست، زندگی ما و شما غلط نیست، زندگی ما و شما گناه نیست. در بهترین نعمت خدا را میخوریم، بهترین نعمت خدا در زندگی میکنیم، اینها غلط نیست. لکن فراموش نکن که دنیا برای شما نیست، دنیا مقام دائمی شما نیست. شما را البته ترک میسازد، شما را البته 3 طلاق میکند، شما را از بالای خودش دور میسازد. رسول اکرم چی گفتن؟ اللهم، دعا کردن لا عیش الا عیش الاخره. خدایا این عیش نیست این دنیا، این دنیا زینت ندارد، راحت ندارد. پروردگارا هر عیش هست، هر راحتی که هست عیش آخرت است. خدایا برای ما آخرت نصیب که گفته حضرت دعا کردن. ما و شما هم باید چیکار کنیم؟ طلبگار فقط آخرت باشیم، با این دنیا دل نبندیم. حاصل دنیا چی باشد ای امین؟ 9 گزی کرباس با 3 گز زمین. همین است، هم از حاصل دنیا فقط و فقط همین است. من 2 جمعه پیش برای شما قول امام ها را یادآوری کرده بودم که 4 امام، امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد حنبل، هر 4 امام ها اتفاق بر این بودند که شخص بی نماز کافر است.
و برای شما گفته بودم که این حضرت ها از آسمان نگفتند بلکه دلیل های داشتند. میخواهم برای شما کمی از دلیل های اونها را برای حکم تکفیر دادن آدم بی نماز بیان کنم. میرسیم به سوره توبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فإن طاب اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة فاخوانکم فی الدین. خداوند گفته بوده است کدام شخصی که اگر در دنیا نماز میخواند، اگر مالدار باشد، زکات میدهد، وی برادر دینی شما هست. این عکسش اگر گردانیم، شخصی که نماز نمیخواند، شخصی مالداری که زکات نمیدهد. میگذاریم در سوره روم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اقاموا الصلاة ولا تكونوا من المشرکین. شیخ محمد اسلم توسی در تفسیر این آیه میگوید که بر من یک حدیثی رسید که رسول اکرم گفته بود است که هر حدیثی مرا به قرآن چین کنید و سخنی مرا در قرآن میابید. من تمام احادیث های پیغمبر خدا را به قرآن چین کردم، در قرآن یافتم، مگر یک حدیث مرا 30 سال در تشویش افتادم. 30 سال یک حدیث را در قرآن من جستجو کردم. این کدام حدیث بود؟ من ترک صلاة متعمدا فقط کفر. کسی که اگر دیده و دانسته نماز ترک میکند، یعنی شرایطش هست، تنی صحت دارد، یعنی هیچ عذر در او وجود ندارد. ما عذرهایی برای ترک نماز هم برای شما بیان کردگی هستیم. بازم این اگر نماز نخواند، پیغمبر اعلان کردن که فقط کفر و به تحقیق کافر شد. این حدیث شیخ محمد اسلم توسی میگوید 30 سال در دست من فقط جستجو در قرآن میکردم با کدام آیت این مانم باشد. عاقبت رسیدم. اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. خدا امر کرده بود است که نماز بخوان ای بنده تا که از زمره مشرک ها نباشید. یعنی اگر شما نماز نخوانید، شما از گروه مشرکان هستید. این حدیث گفت با این آیت گفت بسیار موافق بود و خاطر من گفت چی شد حضرت جمع شد. و رسول اکرم میگوید العهد الذي بیننا و بینهم الصلاة فمن ترک فقد کفر. عهد و شرطی که من ماندم بین امت اسلام و بین غیر امت اسلام، فقط شرط من نماز است. اگر کسی با نماز چنگ زد، وی در عهدنامه من، در شرطنامه من چیکار کرده است؟ خلاف نکرده است، بلکه در عهد و پیمان من هست. بین الرجل و بین الکفر و الشرک ترک الصلاة. پیغمبر خدا میگوید بین مرد و بین کفر و بین شرک فقط فرق در نماز است. این حدیث هایی هستند که من از زبان پیغمبر برای شما بیان دارم که این 4 امامی که حکم به کفر دادن، این دلیل های این حضرت ها می باشد. اور الاسلام و قواعد الدین 3 علیهن اسس الاسلام. پیغمبر خدا گفتند حلقه های به هم پیوست اسلام 3 هستند و از این 3 عبادت اسلام بنا می شود. فمن ترک واحدا منهن فقد کفر بها فهو بها کافر حلال الدم. پیغمبر خدا گفتند کسی اگر از این 3 طاعت یکی را اگر ترک میکند، به تحقیق وی کافر است. اینا چی هستند؟ شهادت ان لا اله الا الله و صلاة المکتوبه و صوم رمضان. یکم شهادت است لا اله الا الله. باید همه ما و شما به این گواه باشیم که خدا یک و یگانه هست.
با او ذات هیچ قدرت، هیچ قوت برابر شدن نمیتواند. دوم 5 وقت نماز خواندن است. سوم ماه رمضان روزه داشتن است. این 3 امر هست که رسول اکرم گفت اسس الاسلام، از این اسلام بنا شده است. سئل عن علی عن امرأة لا تصلی فقال من لم تصلی فهو کافر. حضرت علی را پرسیدن که یک زن نماز نمیخواند حکم وی چی است؟ حضرت علی گفتند چی زن باشد چی مرد باشد اگر نماز نخواند فهو کافر، وی کافر است. عبدالله مسعود پرسیدن که آیا شخصی که نماز نمیخواند حکم شما چی هست؟ وی گفت فلا دین له، وی دین ندارد. این از حکم این ائمه اربعه که این 4 امامی که دنیا در زیر این 4 مذهب حرکت دارد، حکم اینها از روی این آیه ها و این احادیث ها صادر شده است و بی نماز حکم به کفر دادند. روز قیامت روزی دهشتناک است، روز خجالت و شرمندگی است، روز روپرو شدن با خدای مقتدر و تواناست، روز جواب دادن به کردار این دنیاست. خداوند در این آیه مبارکه ما و شما را هشدار می‌دهد، میگوید بترسید از آن روزی سخت و دهشتناک، آن روزی که نه قوها به کار می‌رود و نه آبرو، نه منصب و نه جاه، نه ثروت و نه پول، نه خویش و تبار. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، بازگشت آن روز فقط به سوی خداست، حاکم آن روز فقط الله است، حکم برار و جزا دهنده الله است. ثم توفى كل نفس ما کسبت، هر انسان خواه جوان و خواه پیر، خواه منصبدار و خواه بی منصب، خواه فرمان روا و خواه فرمانده و فرمانبر، خواه ملا و خواه ایشان، هر کاری کرده بود پر پاداش او را، جزای او را می‌یابد و هم لا یظلمون، و کسی ذره هم ظلم و ستم نمی‌شود. بارك الله لنا ولكم ما في القرآن ونفعنا وإياكم بما فيه البيان.